گفتم وطن چمن چمن این انجمن شکوه گفتم وطن چگول بلبانم سخن شکوه گفتم وطن وطن همه دشت و دمر شکوه امیدی من محبتی من در وطن شکوه جان امیدی من محبتی من در وطن شکوه آرزویم آرمانم افتخارم ای وطن آبرویم شان شانم اعتبارم ای وطن آبرویم شان شانم اعتبارم ای وطن همچو مادر چو پدر چو خواهر و دادر بجان همچو مادر چو پدر چون خواهر و دادر بجا آب خاکت را مقدس بشمارم ای وطن آب خاکت را مقدس بشمارم ای وطن وکی سربازی تویم چون دیدهی بازی تویم وکی سربازی تویم چون دیدهی بازی تویم بری حفظی مرز بومن جونی سورم ای وطن بری حفظی مرز بومن جونی سورم ای وطن بر شمایان مهمانان میری یارم پیشکش سرزمینی فیضواری تاجیکستان پیشکش بر شمایان مهمانان میری یارم پیشکش سرزمینی فیضواری تاجیکستان پیشکش ملکی ما خوش آمده ای دوستانی ارجمند ملکی ما خوش آمده ای دوستانی ارجمند دشت و سرا کوه دریا باغ و بستان پیشکش دشت و سرا کوه دریا باغ و بستان پیشکش تاجیکان پاینده و رشته های دوستی دوست دارم پیشکش رشته های دوستی دوست دارم پیشکش مطربان نزد شما است برای خدمت آمدند مطربان نزد شما است برای خدمت آمدند واریسانی ماربد و شعر و داستان پیشکش واریسانی ماربد و شعر و داستان پیشکش بر شمایان
یارم پیشکش سرزمینی فیض و باری تاجیکستان پیشکش بر شما یا مهمانان میری یارم پیشکش سرزمینی فیض و باری تاجیکستان پیشکش سرزمینی فیض و باری تاجیکستان پیشکش. آفرین آفرین. درود عرض میکنیم دوستان ارجمند. برنامه فضا است و باز هم آمدیم که فضای خانه شما را رنگین کنیم. این دفعه در مهمانی برنامه فضا حضور دارند هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه یاون با رهبری شریف‌زاده رستم و همچنین هنرمندان محبوب همین دیار امید قربان و محمد علی شربتف که حضور شما را خوش آمدید میگیم. خوش آمدید و واقعا هم نور آوردید با یک ترانه زیبای وطن برنامه را آغاز بخشیدیم و من فکر میکنم که در همین شب و روز سراییدن همین گونه ترانه ها عین مدعا است، چون در عرفه جشن بزرگ در جشن استقلالیت قرار داریم. بار دیگر خوش آمدید و اگر سلام و پیامی دارید به بیننده تلویزیون سفینه مرحمت دستگاه های نوار برداری ما در اختیار شما. خوب بفرمایید. سلامت باشید. هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه یاون یک دستاویزی خوبی به این مؤسسه دولتی تلویزیونی سفینه بخشیده با این جشن‌های سیاسی و فرهنگی که در پیش ایستاده است، یعنی 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و اینچنین ترانه‌های دلانگیز از جانب هنرمندان صدا خواهند داد و من بعد همین خیل برنامه‌های خوب و خاطرمان از تلویزیونی سفینه حسنی آغاز یافته ایستاده است و همه وقت برنامه‌های دلشوب هستند. برنامه فضا رو تماشا میکنید؟ بله بله، برنامه فضا رو تماشا میکنیم. خیلی با این برنامه با ما قابل قبول است و ما هم کوشش کردیم که از این برنامه بی‌نصیب نمونیم و هنرمندان رو در اینجا جمع آورده، یعنی خواستیم مردم شریف تاجیکستان از ناحیه یاون یک دیدن نمایند و هنرمندانی که اینا همش دستاویز 30 ساله استقلالیت هستند. خیلی که حاضر صدا داد سرود امید قربان، این هم بچه جوان، یعنی که سرودهای ترنمگری وطن و وحدت و از ملت خود یعنی که صدا خواهند داد. واقعا این آهنگی که حالا پیشنهاد کرد آهنگی که بود، متن است که بود و تاریخ پیداش در این ترانه چگونه است؟ امید قربانوف خود ختم کرده کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستارов هستند. با شاگردهایی که بعد ختم این مؤسسه یعنی که این کنسرواتوریا خود علاقه آهنگ ایجاد میکنن و این آهنگ خودی امید قربانوف است و هم آهنگ ایجاد میکنن. در برابر آهنگ ایجاد کردنشون با خوب ژانری فلک یعنی سرودهای خلقی را خوب میسرویند و این هم خوشبختترین انسان است که در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در سطح ولایت جای دوم را اشغال نمودند. با دور نهایی که قسمت ماه سپتامبر اکتبر در مرکز پایتختمان یعنی شهر دوشنبه برگزار میگردد، علاقه در آمادگی در این آزمون امید قربانوف دیده ایستاده است. ما باوری داریم که امید قربانوف در این آزمون هم جای نمایان را اشغال میکنند. از ناحیه شما تنها امید در همین آزمون اشتراک کرد؟ در دور یکم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در ناحیه یاون که نماینده ها از مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان، از خود ریاست فرهنگ ولایت ختلان تشریف آوردن، اعضای حکمان 70 نفر اشتراک کردند. از اینها 44 نفرش به دور ولایتی رخصت گرفتند. به دور نهایی باشد 9 نفر رخصت گرفتند. 9 نفر خیلی نشانداد خوب است. از کدام نامیناسیون؟ از نامیناسیون سراینده اکادمی، سراینده عنعنوی خودی امید قربانوف، از نامیناسیون سراینده اکادمی عنعنوی
хушвақтов Акмал, аз номинасияи навозандаи академӣ Раҷабов Насимҷон ва инчунин Хушвақтов Давлаталӣ бо дигарҳо дар ин озмун, яъне ки ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. офарин. ва боз чӣ дастовард овардед ба барномаи фазо? Ирӯз мебинам ки ҳунармандони шумо зиёд аст ва ҳоло дар паси парда низ ҳунармандони дигар ҳастанд то таронаҳои худро пешниҳод кунанд. Ман дар бари мо устоди санъат тӯли 40-50 сол фаъолияти худро дар соҳаи фарҳангу санъати ноҳияи Ёвон яъне нишон доданд. Маҳмадалӣ Шарбатов ҳастанд ки ягона баъд аз устоди бузургдошти Ёвонзамин Шодравон Тағоимурод Хушвақтов жанри фалак, яъне ки фалакро бо як матонат, бо як ҳисси баланд устод яъне ки месароянд бо асбоби дутор ё ки тор ё рубоб, агар имконият бошад. Муҳаммадалӣ Шарбатов, шумо ман фикр мекунам ки як таърих ҳастед, як таърихи зинда ҳастед ки дар баробари бахши фарҳанги ноҳияи Ёвон, масалан барои пешбурди фарҳанг саҳм гузоштаед ва хотираҳои зиёд низ доред аз Тағоимурод Хушвақтов. хуб, биёед аз хотираҳо гап занем, аз таърихи ҳамин бахши фарҳанг гап занем ки чӣ рӯзҳо буд, чӣ марҳилаҳоро паси сар кардед? зиёда аз 41 сол шуд ки дар соҳаи фарҳанг кор мекунем. аз устоди зиндаёд Тағоимурод Хушвақт ёдовар шудем. мо он кас қати зиёда аз 21 сол якҷоя кор кардему гаштем. акаи Тағоимурод шахсияте буданд ки бовар кунед, агар вай такроршаванда нест. мумкин аз вай баланд шаванд ё ки аз вай паст шаванд, ки баробари вай шуда наметавонанд, монанд шуда наметавонанд. дар як баромад дар вилояти Қуронтеви пештара баромад доштем. як шахсият Андропов мекунам гузашт, барои 50 солаги вақт тайёрӣ медидем акаи Тағоимурод қадим. баъд гуфтанд ки ҳамина ба моҳи дигар гузошта шавад. гуфта баъд якҷоя аз ҳамҷо зимистон буд омадем, моҳи феврал. баъд дар як хона нишастем, ҷо гирифтем. хонаи бисёр гарм, ҳам печка мондагӣ дар ноҳияи Кӯбеш, ҳозира Абдураҳмони Ҷомӣ. баъд акои Тағоимурод бисёр тамоми либосҳои бадани ҳами гармоша баровардану, баъд ҳамун таи картаю чиш нишаста тора гирифтану, баъд бо тор ҳамчун паси сар қати, яънима қати, и тараф қати, и тараф қати, и тараф қати бозӣ кардан, баъд 4 суруд сароидан. ман то ҳозира на аз фарзандонаш, на дар ягон фита, на дар ягон касета, ягон ҷо нашунидам ки ин суханҳо бошад. он чие ки Тағоимурод дошт, аксарат қатиш гирифта бурдагиай. имрӯз ман яъне бадоҳатан бисёр корҳояшон анҷом дода мешуд. бисёр гап ҳаме ки аи шахсият бисёр санъаткорро эътироф кардан дар кор ки вақте ки аз баъди ва ё касае мемонанд, мана монанди Акмалҷон Хушвақтов, мана монанди додарҷони мо Давлатҷон, ҳамино набераву фарзандоне ки Тағоимурод ҳастанд, давомдиҳандагони мактабашон ҳастанд ва тамоми мардуми ноҳияи Ёвон, аз он ҷумла шахсиятҳое ки нобиное ки ҳастанд дар тамоми ҷумҳурӣ бисёранд. леки имрӯз ҳамид 100% агар ҳисоб кунем 90%аш ҳамаш ба хотири акаи Тағоимурод ҳама ҳофиз шудагианд. барое ки акаи Тағоимурод саркунандаи ҳамино ки буданд, як намуна буданд, як идеал буданд. як идеал буданд, ба монанди Саид, ба монанди апаи Ҷамила буд, бо мана ҳозир Матлубахон дигаро, ҳамино ҳамаш шахсиятҳои нобино. Умедҷон ҳастанд, як каси дигар шахсиятҳои нобино ҳастанд. бинед ки акаи Тағоимурод баъди худ чӣ қадар мерос монданд. хаста набошед ва марҳамат, дастовези худро метавонед пешниҳоди бинандаи мо кунед. با میلاد توجیکمو بنظیرم بیای دستی هم دیگر بگیریم گذارم یک طرف دردی محل رو گذارم یک طرف دردی محل رو بیای دستی
در ره میلاد بمیریم. بیایه در ره میلاد بمیریم. وطن را پاره کن، تو وطن را پاره نه، نانی وطن را پاره کن. در وطن با هم وطن، دانی وطن را پاره کن. در وطن با هم وطن، دانی وطن را پاره کن. ما بدارگی اونو داری سخاوت پیشیم. ما بدارگی اونو داری سخاوت پیشیم. آخرین یک بردهی نانی وطن را پاره کن. آخرین یک بردهی نانی وطن را پاره کن. تو وطن را پاره نه، نانی وطن را پاره کن. شوم پی شوم رو زاغ و زغن را پاره کن. شوم پی شوم رو زاغ و زغن را پاره کن. تو وطن را پاره نه، نانی وطن را پاره کن. نباشد حرفی من بر نفع خلق کشورم. گر نباشد حرفی من بر نفع خلق کشورم. در رهی فردای میلاد چاهکن را پاره کن. در رهی فردای میلاد چاهکن را پاره کن. تو وطن را پاره نه، نانی وطن را پاره کن. کفن بودن توانی به وطن کی توان. به کفن بودن توانی به وطن کی توان. هم وطن گر از وطن مانی کفن را پاره کن. هم وطن گر از وطن مانی کفن را پاره کن. تو وطن را پاره نه، نانی وطن را پاره کن. در هموطن با هم وطن دانی
وطن را پارکن در وطن با هم وطن دانی وطن را پارکن یاری بار دیگر درود میگویم دوستان عزیز. برنامه فضا است و مهمانان تازه به برنامه حضور آوردند. اکمل خوشوقتوف و مسلمت چهارشنبه و هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه یاون که با ترانه‌های دلنشین خود با صحبت‌های رنگین خود به برنامه ما حضور دیگر خواهند بخشید. خوش آمدید. باور داریم که امروز با حضور شما برنامه ما باز هم زیباتر می شود. اکمل فرزند شادروان تقای مراد خوشوقتوف هستند. چی خاطره ها دارید از پدر؟ چه یادگاری در قلب شما باقی مانده است؟ میدونیم که یکی از میراث هایی که از پدر به شما مانده است این صنعت است. بیهوده نگفتن که گرمالی پدر خواهی علمی پدر آموز. خب خاطره هایتون رو گردانید از پدر. هست خاطراتی که خورد بودم و در درون خانه می درآمدن همراه اکای مرابی اکای سالدین که اینجا در حضور دارن. این کسا یک جای شما بودن؟ بله، یک جای نوازندگی میکردن. درون خانه میرفتن یگان سرود و تمرین مشق تمرین میکردن. من از بیرون خانه از قفای در گوش میکردم. در بعضی حالت ها میدروردن، من همراهشون گوش میکردم یا سرود و موسیقی مینواختن. یعنی از همون محیط عائله شما دل بستید به صنعت یا خواهش های دیگر نبود؟ نمیخواستید که در دیگر سمت ها فعالیت کنید؟ راست دیگه در وقتی که پدرم در قید حیات بودن من فکری صنعت و حافظی نداشتم. ذوق داشتم، سرود میخوندم، ذوق داشتم، موسیقی گوش میکردم که در فکری من نبود که من صنعتکار میشم یا که هنرمند میشم و در این ساحه صنعت انتخاب میکنم. راست دیگه وقتی که پدرم از دنیا گذشت نمیدونم یک حساب به من پیدا شد که همین ساحه صنعت ما انتخاب کردم. خواستید که میراث پدر رو از خود کنید، یعنی که علمی پدر رو از خود کنید تا توانید که همون میراث رو خود به دست خود به دست آورید. با سخنان اکمل خوشوقتوف یعنی فرزند جگر بندی تقای مراد خوشوقتوف من همین رو علاوه کردنی هستم که در بخش فرهنگی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاون انسامبل یعنی که از دوره تشکیل یابیش از دوره خود استاد تقای مراد خوشوقتوف تشکیل کردن، یعنی که انسامبل ترانه و رقص صبح یاون نام گرفته است. تا هنوز این انسامبل فعالیت خود را ادامه داده ایستاده است و در آن مطربانی خیلی هم خوب یعنی که فهمیش موسیقی آنها در سطح بلند است فعالیت میکنند به مانند طاهر دولتوف، صلاح الدین عبیداللهیف، مرادبک فتحاللهیف و شعباز علیمزاده، دولتوف خوشوقتوف، دولتعلی و به مانند اینها زیاد هستند در بخش فرهنگ فعالیت میکنند و ما چه از نگاه سرود چه از نگاه موسیقی عموما تنقیصی نمیکشیم. آهنگ ها رو که ایجاد میکنند و آهنگ های ایجاد کرده ما که در تمام چهاربینی ها خود آهنگ های اکمل خوشوقتوف، صلاح الدین عبیداللهیف، امید قربانوف، محمد علی شربتوف و صابر جان رحیموف هستند. بسیاری ها یعنی که آهنگ ایجاد میکنند با دیگران، با اون شخصانی که با بخش فرهنگ با کار یعنی که شروع می نمویند همه وقت با دستگیری نیاز دارند و تا که آنها را ما از این یعنی که فرهنگی که ما کار کرده ایستادیم بهره مند شوند. این بعد هم خیلی که این درباره ما بانوی زیبا مسلمه چهارشنبه و حضور دارند. بسیار آوازی مهین و تمام سرودها در سرود زیباگی که هست خود همه آوازخوان یکمین زیباگی از آوازخوان وابستگی دارد که چقدر مضمون و محتوای سرود رو رساندن از خود حافظ یعنی که از آوازخوان وابستگی دارد. و می توانیم حالا ترانه مسلمه رو بشنویم. مشتاق هستیم.
شعر و سخن باشم کبوترهای منی در لبو در انجمن باشم تمنا میکنم پیمانگی شعر و سخن باشم کبوترهای منی در لبو در انجمن باشم دلی آینم را بر مبارک بادی آوردم مناجات محبت در لبی سرو و سمن باشم تمنا میکنم پیمانگی شعر و سخن باشم کبوترهای منی در لبو در انجمن باشم بدامانی شریفی صبح آرد سجدش خود شد سحرت گلی پیچیده در باغی وطن باشد سحرت گلی پیچیده در باغی وطن باشم تمنا میکنم پیمانگی شعر و سخن باشم کبوترهای منی در ولی در انجمن باشم تمنا میکنم پیمانگی شعر و سخن باشم کبوترهای منی در لبو در انجمن باشم صمیمی تر اگر از بادگی بارانی نیسانم گه توفانی امار چون مگی جامی کوهن باشم گه توفانی امار چون مگی جامی کوهن باشم تمنا میکنم پیمانگی شعر و سخن باشم کبوترهای منی در لبو در انجمن باشم تمنا میکنم پیمانگی شعر و سخن باشم کبوترهای منی در لبو در انجمن باشم کبوترهای منی در لبو در انجمن باشم دوستان عزیز یادآور میشم که برنامه فضا است و در برنامه امروزه فضا مهمانان از بخش فرهنگی ناحیه یاون حضور دارند که نمونه های ترانه هایشان را پیشنهاد شما کردند نمونه هنرشان را پیشنهاد شما کردند و باور داریم که از شنیدن این ترانه ها از صحبت های ما لذت بردید و بار دیگر خوش آمدید میگم شما را چنانه که در آغاز برنامه گفتیم در عرفه جشن بزرگ جشن استقلالیت قرار داریم و باور دارم که در تمام تاجیکستان برای این جشن آمادگی‌های خیلی جدی صورت گرفته ایستاده است و فکر میکنم که ناحیه یاون نیز استثنا نیست. یعنی شما نیز کوشش میکنید که با برنامه فرهنگی خود دل مردم یاون را شاد گردانید. خب آمادگی چگونه جریان دارد؟ خب طول یک ماه است که بخش فرهنگ در عموما بخش فرهنگی مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یاون در دو بست کارو یعنی برده ایستاده است. در ورزشگاه مرکزی ناحیه طبق جدول یعنی که روز 9 سپتامبر بگوهی برنامه کنسرتی باید گذرد. ما در این برنامه از خود ناحیه و اون شخصانی که زاده ناحیه یاون هستند و مهمانایی که از پایتخت هستند در این برنامه سرودهایشان را جو کرده ایم و رقصهای خیلی خوب مانده ایستادند و این چونی در تالار که روز 8 سپتامبر مجلسی تنتنوی با قسمت فرهنگی باز هم یک برنامه خوب تهیه و آماده کرده ایستاده ایم و از هنرمندان بخش فرهنگ با
مقامات یعنی اجرای حکومت دولتی ولایت ختلان یک نفر سرود رو انتخاب کردن که این هم باشد سرود چکن، یعنی اکمل خوشوقت اجرا میکنند. روز 9 سپتامبر در مرکزی ولایت ختلان برآمد میکنند و برنامه ما نام دارد برنامه فرهنگی در ورزشگاه میگذشتگی سفینه استقلال. اینجا من فکر میکنم که باز اکمل با یک دستاویز دیگر اینجا آمده است و میخواهد که با ترانه خود باز هم به دل مردم شادی افکند. خب مرحمت میتوانید ترانه خود را پیش ببرید. اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می دارم، اگر چرخم می آزارد تو را من دوست می دارم، اگر تیرم به سر بارد تو را من دوست می دارم، اگر چرخم بیازارد تو را من دوست می‌دارم. تو یک تای منی گل تسلای منی گل، تو یک تای منی گل تسلای منی گل، اگر جانم رمد دارم تو را من دوست می‌دارم، اگر جانم رمد دارم تو را من دوست می‌دارم. اگر آرزو نیازی من همه سوز و گدازی من، اگر آرزو نیازی من همه سوز و گدازی من، به گوشی تو نمیخورم تو را من دوست می‌دارم، گوشی تو نمیخورم تو را من دوست می‌دارم. اگر گردون دنیا دم نمیذارم که خوش باشم، گذارد یا نمیگذارد تو را من دوست می‌دارم، قسم بر خالیت رویت قسم بر شعله مویت قسم بر چشم خوب بارد تو را من دوست می‌دارم.
قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم قسم بر چشم خمارت تو را من دوست می‌دارم. دوستان عزیز برنامه فضا رو ادامه میدیم. یادآور میشم که در برنامه فضا حضور دارند هنرمندان بخش فرهنگ ناحیه یوون با راهبری شریف زاده رستم که یک راهبر جوان است و یک بخش خیلی بزرگی فرهنگ را در یک ناحیه به عهده دارد. ختم کرده دانشکده فرهنگ و صنعتی به نام میرزا ترونزاده است در بخش اکتیور درام و کینو، ولی سرایندگی نیز میکند. همینطور خب بیاد از دوران دانشجویی از اون که به صنعت رو وردید به سرایندگی رو وردید از این حرف زنید. عموما فرهنگ صنعت در دل بنده همون جوش زد که سالهای مؤسسه تحصیلات میانه عمومی میخواندم. در همه چاره‌بینی‌های سطح مکتبی اشتراک میکردم، یکی صحنه یکی سرود میخواندم و همینطور وقتی که سال 2005 مکتب میانه عمومی رقم 1 به نام باران نظورف را ختم نمودم و خود همون سال حجت‌هایم را به دانشکده دولتی صنعت به نام میرزا ترسونزاده برده سپردیم. در شعبه روزانه یعنی بودجوی داخل شدیم و 5 سال دانشکده را خوب یعنی به اتمام رساندیم. در تمام چاره‌بینی‌های سطح جمهوری اشتراک نمودیم، در برنامه‌های تلویزیونی اینچنین و بعداً سال 2010 دانشکده را ختم نموده با خودی ناحیه یعنی رخصت گرفتیم و از ماه فوریه سال 2017 تا این جانب به حیث مدیر بخش فرهنگی ناحیه یوون کار کرده است و این شغلی که از بعداً یعنی که سالهای 2015 و 16 در دل من جوش زد این ژانر آوازخوانی اکادمی و خواستم که همین ژانر به من خیلی محبوب است، نزدیک است و استادان به مانند ادهم خالقوف، برهان ممقولوف، استاد گرامی دیرکتور کنسرواتوار ملی تاجیکستان به نام طلبخوجا ستاروف، داستی زاده میرالی بسیار به من توصیه دادن و من این ژانر رو انتخاب کردم و میخواهم که در آینده سرودهای ژانر اکادمی رو که از خیلی هم کم هستند و این شغل ورزم و آینده خود رو در این صنعت یعنی و امیدوار هستیم که حالا برای بیننده با یک ترانه دلنشین خود را پیشنهاد میکنید. بار دیگر خوش آمدید میگیم هنرمندان بخش فرهنگی ناحیه یوون را آفرین میخوانم به مطربانی که این برنامه را با نوازش‌های فارم خود رنگین کردند و آن نفرانی که در برنامه شرکت ورزیدند. همه شما را خوش آمدید میگیم. باور داریم که باز در یک سری سفره می نشینیم، از پهلوهای دیگری هنر شما واقف می شویم. و دوستان عزیز همینجا در رسیدیم به فرجام برنامه امروز فضا. یک برنامه خوبی داشتیم، مهمان خاندانی شما بودیم و شما میزبانی ما بودید. همینجا با شما خیر خوش میگیم تا دیدار دیگر. خیر. استقلالی تاجیک دلی از فخر مالا مالی تاجیک همایون باد استقلالی تاجیک دلی از فخر مالا مالی تاجیک پیامی سبزارت کفتریش با گوشی ملتی خوشفالی تاجیک
پیامی سبزارد کفتریش به گوش ملتی خوشحالی تاجیک همایون باد استقلالی تاجیک جهانی تاجیکان شد رنگ در رنگ خجسته می شود اقبالی تاجیک جهانی تاجیکان شد رنگ در رنگ خجسته می شود اقبالی تاجیک طلوعی تازه اش آمد دوباره زیبادی آلی سامان آلی تاجیک طلوعی تازه اش آمد دوباره زیبادی آلی سامان آلی تاجیک همایون باد استقلالی تاجیک رهی فردای میلاد گشت پر نور زی فیضی خنده ای اطفالی تاجیک رهی فردای میلاد گشت پر نور زی فیضی خنده ای اطفالی تاجیک وطن دارا وطن را دوست می‌دار وطن داری بود آمالی تاجیک وطن دارا وطن را دوست می‌دار وطن دارا بود آمالی تاجیک همایون باد استقلالی تاجیک دلی از فخر مالا مالی تاجیک پیامی سبزارد کفتریش به گوشی ملتی خوشحالی تاجیک پیامی سبزارد کفتریش به گوشی ملتی خوشحالی تاجیک همایون باد استقلالی تاجیک